مرد فقیر یه مرد پولدار رو دید که زندگی خیلی راحتی داشت، در حالی که خودش شب و روز کار میکرد و بازم به زور پول در می آورد. رو به خدا کرد و گفت این انصاف نیست. خدا ازش پرسید پس از نظر تو انصاف چیه؟ مرد فقیر گفت اون مرد پولدار رو دقیقاً مثل من فقیر کن. یه کار رو به هر دومون بده. اگه بازم تونست پولدار بشه دیگه هیچ وقت شکایت نمی کنم. خدا گفت قبوله. همون لحظه خدا مرد پولدار رو فقیر کرد، درست مثل اون یکی. به هر دوتاشون یک کوه کوچیک از زغال داد. قانون ساده بود. 1 ماه وقت داشتن هر چقدر میتونن زغال بکنن و بفروشن. کار شروع شد. مرد فقیر به کار سخت عادت داشت. کندن زغال سخت بود ولی بلد بود چطور انجامش بده. خیلی زود یه گاریو پر کرد. برد بازار فروخت و با پولش یه غذای حسابی برای زن و بچه‌هاش گرفت. اما مرد پولدار هیچ وقت همچین کاری نکرده بود. چند دقیقه کند. بعد مجبور شد استراحت کنه. عرق از سر و صورتش سرازیر شده بود. چند ساعت بعد به زور یه گاریو پر کرد و برد بازار و فروخت. با سودش فقط چند تا نون خرید و بقیه پولشو نگه داشت. صبح روز بعد مرد فقیر بیدار شد و دوباره رفت سراغ کندن زغال. اما مرد پولدار رفت شهر. یکم گشت و با 2 تا کارگر برگشت. اونا بیلها رو گرفتن و شروع کردن به کندن. مرد پولدار هم کنار ایستاده بود و فقط مدیریت میکرد. تو همون نصف روز چند تا گاری زغال در آوردن. مرد پولدار همه رو فروخت. دستمزد اون 2 تا رو داد و با پولی که موند 4 نفر دیگر رو هم استخدام کرد. تا 3 روز بعد سودش چند برابر پولی بود که مرد فقیر در آورده بود. 1 ماه گذشت. مرد فقیر فقط تونسته بود یه گوشه کوچیک از کوه زغالش رو بکنه. هرچی در می آورد خرج غذا می کرد. هیچی براش نمی موند. اما مرد پولدار با یه تیم کامل کل کوه زغال رو تموم کرده بودن. یه عالمه پول جمع کرد. باهاش توی کسب و کار جدید سرمایه گذاری کرد و خیلی زود دوباره ثروتمند شد. این بار مرد فقیر همه چیزو دید و دیگه هیچ شکایتی نداشت. این داستان فرق ذهنیت پولدار و فقیر رو نشون میده و برای همینه که پولدارا پولدارتر میشن. فرقشون توی طرز فکره. پول ممکنه از بین بره ولی مهارت پول ساختن تا آخر عمر میمونه. بهش فکر کن. اگه هر روز فوتبال بازی کنی توش حرفه‌ای میشی. اگه هر روز بری باشگاه قوی‌تر میشی. حالا اگه هر روز یاد بگیری چطور پول در بیاری چی؟ شاید میلیاردر نشی ولی قطعاً وضعت از الان بهتر میشه. برای همینه که باید درباره پول و بیزنس یاد بگیری. نه توی اینستا و یوتیوب بلکه توی دنیای واقعی، مخصوصاً از کسایی که قبلاً این مسیر رو رفتن. اگه رشد رو دنبال نمی‌کنی، احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمی‌بینی. ولی اگه این کار رو انجام میدی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.